با عرض سلام به شما بینندگان عزیز برنامه صحبت مهم. امروز در برنامه روی مسائل وسایط اخبار عامه و منفعت‌های ملی، تربیت خودشناسی و وطن پرستی صحبت خواهیم کرد و در مهمانی برنامه امروز حضور دارند روزنامه‌نگار شناخته سیاف میزراب. حضور شما را خیر مقدم میگیم استاد. سلامت باشید. و واقعا برای ما افتخار بزرگ است که یکی از اشتراکچیان برنامه صحبت مهم هستید. سلامت باشید. منم افتخار از آن دارم که با شما و با تماشابینان تلویزیون بسیار معروف جهاننما یک صحبت می‌آوریم. سلامت باشید. خوش آمدید. خب بیاید صحبت رو از آن سر میکنیم استاد که در شرایط امروزه جهان پرتضاد جهت تشکل افکار جامعه وسایط اخبار عامه در رابطه با حمایت از منفعت‌های ملی، بلند برداشتن روحیه وطن پرستی مردم، خب چه مسئولیت و چه رسالت دارد؟ خب نه تنها در جمعیت امروزه که من فکر میکنم در همه جمعیت و فرماسیون جمعیتی که ما داشتیم و داریم و خواهیم داشت، اهل قلم، اهل سخن، اونها یک میسیه یا خود یک هویت دارند، یک وظیفه دارند، مردم را متحد کردن اطراف دولت، منفعت‌های دولت، منفعت‌های حکومت. چی بگیریم شروع از آوان رودکی که بوی جوی ملیان سرایید تا دوران حافظ شیرازی که گفت گویی که رفت حافظ از یاد شاهی عیا یا رب یادش آور درویش پروریدن و تا رسالتی که امروزه آمده اهل قلم برداشت گرفتن و آن را در اگر تاجیکستان را بگیریم و آسیا را در اوایل عصر 20 آن را ژورنالیستیکا نام گذاشتن و تأسیس دادن و رسانه ها تأسیس دادن. هرچند که در غرب و در ممالک‌های پیشرفته اروپایی ژورنالیستیکا عصرهای عصر وجود داشت و اون حامی و حادی همون هر یک ایدئولوژی دولت خود بود. امروز هم میسیای ما یا خود وظیفه ما دیگر نشده است. میسیای اصلی و اصول ژورنالیستیکا همین است که از منفعت‌های دولت خود، ملت خود، وطن خود پشتیبانی بکند. این رو من نگفتم، این میسیای نونوشته ژورنالیستیک است. تشکر زیاد، بهترین. خب به اندیشه شما رسالت اصلی یک رسانه و تلویزیون است، رادیو است، ژورنال است یا روزنامه است در نزد هدف‌های عمومی ملی، منفعت‌های ملت و به خاطر بلند برداشتن روحیه خودشناسی برای مردم، خب چی مثلا رسالت خاص دارد؟ خب من درباره اصولا کلا ژورنالیستیکا حرف نمیگویم، چون که من این وظیفه رو هم ندارم و مسئولیت رو هم ندارم و اما تا اون جایی که من بگیرم در دو فرماسیای جمعیتی، یعنی که اون دوران شوروی و پس اون دوران استقلالیت با همین کسب سر و کار داشتم، میتوانم بگویم درباره فعالیت اون روزنامه ها و اون رسانه هایی که من خود کار میکردم و هم حاضر کار کرده ایستاده ام. رساله اصلی ژورنالیستیکا من گفتم و تاکیدا هم میگویم این مثل آینه بودن است و آینه ای که مثلا هر چیزی که در همین جمعیت هست همون را به مردم نشان دادن هست. فرض مثال اون گازیته ای که من مؤسس و سردبیرش هستم، هفته‌نامه مردمی SSR، ما بیشتر با مردم سر و کار میکنیم. ما توسط تلویزیون ها، پیامک ها، پچت های الکترونی، صحبت ها، مهمانخانه ها از درد دل مردم واقف میشویم و پرابلم و مشکلات را پیشبری جمعیت میکنیم و یا حکومت میکنیم. امروز بسیار در سر ژورنالیستیکای ما بحث ها و صحبت های گرم میشوند و گویا با آن اشاره میکنند که در ما گویا آزادی سخن وجود ندارد. من همیشه با چنین مدعیان که اصلا از مطبوعات و رسانه های تاجیکی بیخبر هستن همیشه میگویم که آزادی سخن هست و هر کسی که باور ندارد ما بسته یا خود پچیفکای گازیته های خود را داریم، بیاد دلخواه شماره ما را بگیرد که مثلا در هر شماره گازیته ما حد اقل از 50 تا 60 مطلب تنقیدی داریم. آنها خرد هستند، تنقیدی هستند و اما تنقید چیست؟ تنقید این برای اصلاح شوی است. در دوران شوروی میگفتن تنقید میوه کمونیسم است. من در این دوران میگم که عموما تنقید میوه دنیویت بودن وطن ماست.
امروز تنها با سخن گفتن که من ژورنالیستی حقگویم و که چه تنقیدهای بی‌معنی میکنم و مردم مرا میخونن، این مردم اون مردم نیست. این مردم سال 90 91 نیست که مثلا وقتی که از دهان اژدهای سنزورای شوروی وارهیدند و چیزی می نوشته گرفتن میخوندند و باور میکردند. این مردم امروز امکانیت قیاس دارند، امکانیتی دارند که مثلا یک چرا با دیگر چیز برابر کنند، یک گازیتا با دیگر گازیتا، رسانه‌های اینترنتی با آنها دسترس هست. یک ببینید که در تلویزیون مثلا خودمون چند کانال یا خود شبکه‌های نو پیدا شدن، تولد شدن، اون وقت یک شبکه بود، مردم امکانیت نداشت. حاضر جهان نما اگر برنامه خوب نداشته باشد اونا دیگر شبکه میگذارند، تاجیکستان نباشد دیگر، و عموما در کل میتوانند که هزار کانال یا خود شبکه‌ای است که با اونجا در آینده بخونند و رسانه هم همین است. خب در همین دوروگیری که شما گفتید، خب زیر مفهوم منفعت‌های ملی در کار یک روزنامه‌نگار، خب چرا میتوانید مثلا تفسیر کنید، چرا میتوانید شرح دهید؟ منفعت ملی برای هر روزنامه‌نگار، هر ساکن، هر گражданин، هر شهروند یک است. منفعت‌های ملی رو ما باید چون آب و هوا حفظ کنیم. منفعت ملی چیست؟ من با تعبیر همون استاد شودروان صاحب شوراتیویچ تبارов، هر یک انسان یک چرخچه یا وینچه، یک مکانیزم بزرگی هست که اون رو ملت میگویند، اون رو وطن میگویند، اون رو دولت میگویند و ما باید دستاوردهای دولت خود رو حفظ کنیم، از آنها پشتیبانی کنیم. من امروز اگر همین پیام دیروزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را اگر صریحتاً گوش انداخته باشیم، در اونجا یک اشاره بسیار نازک درباره نبردهای اطلاعاتی که بسیار توسعه می‌یابند. امروز دیگر شرط نیست یگان نفر با تیر و کمان شاید با دیگر سرزمین ندرآید، قبل از اون که از داخل توسط نبردهای اطلاعاتی اون جمعیت را پراکنده می‌سازد. امروز هر نفر، چه تاجیک، چه ازبک، چه قرقیز، روس، دلخواه ملتی که فکر میکند که از خارجه به ما دموکراتی میارند، از خارجه آمده وطن ما رو آباد میکنند، از خارجه آمده زن کودک ما رو نان میدهند، آب میدهند، سر لباس میدهند، کلا خطا میکند. روسا یک مقال دارند که بسپلاتنی سیر بوید و میشلوفکی، پنیر رایگان در دام برای موش است، میدراید محکم میشود و موش رو میگیرند. اصلا نه همین است. اون چیزهایی که مثلا سری ما بار میکنند، اینها یک پنیرهای هستند که در پیش دامها گذاشته شدند. هر ملتی که اونجا میرود ورشکسته میگردد. ببینید که برای چی این دامها مثلا برای اروپا نیست، برای امریکا نیست، برای دولت‌های مثلا نیست که اونها پیشرفته هستند و اونها توانی برخورد و حفظ دارند، چون که آنها منتالیتت، معنی آنها، هویت آنها دخل کرده، گویم عقلهای آنها پخته تر گشته است. درست، بهترین گفتید. خب استاد، ما چند نوشته شما رو راستی ورقگردان کردیم. شما در یک نوشته خود ابراز نمودید که من پهلوی آن زیایی هستم که چون پوشکین به دویل می رود و همچون اسفندیار به استقبال مرگ. خب میخواستم در همینجا میگفتید خود شرح میدادید و کدام مقصد گفتید و چی را در نظر داشتید؟ آره، زیایی کیست؟ زیایی آنی هست که زیا میارد، نور میارد. تنها معلم بودن یا شاعر بودن یا مثلا گالستوک بستن و قلم به دست گرفتن خود رو ژورنالیست بودن، این معنای زیایی بودن رو ندارد. در جمعیت امروزه ما متاسف همین زیایی ما بسیار ترسو شدن. من خود هم زیایی هستم و از نام خودم میگویم که اکثریت زیایان ما ترسو شدن و من مثال میارم. خب ما اتفاق نویسنده ها داریم، ما اتفاق ژورنالیست ها داریم، ما اتفاق کمپوزیتوران داریم، ما ده ها و صدها اتفاق های داریم که به واسطه از جانب حکومت مبلغ گذاری میشوند، معاشخورها دارند. و اما این زیاییان وقتی که هجوم های اطلاعاتی سر دولت ما، سر ملت ما، سر حکومت ما شروع میگردد، اینها خاموشند. جسورترینشان در خونک، جسورترینشان
با امضای مستعار مطلب می نویسند. اینها کیها هستند؟ بپیندار سیر فردی من که میتواند بپیندار میلیون ها اینتلیجنس دیگر مغیر باشد، اون نفری که با امضای خود از منفعت ملت خود، از دولت خود، از حکومت خود، از مادر و پدر خود، از دیار خود حفظ کرده نمیتواند، اونها با مثال یعنی در دوران شوروی که ما میخوندیم میگفتن اینها مردم دو پگانه هستند. یعنی که روزش میآید پگان ها را گرفته چپ میگذارند، میگن و ما با آنها نبودیم، ما با شما بودیم. مثل که اینها بعضیایی بودن که با دیگران بودن، این روز میگن ما با شما هستیم. اگر اینتلیجنت مثل پوشکین، مثل لرمونتوف برای شرف خود، برای شرف ملت خود، برای هویت خود با جنگ روی راست اطلاعاتی برآمده نمیتواند که اونها به مرگ میرفتند، اینها چی زیایی هستند. درباره اون که اسفندیار رو مثال آوردم و رستم دستان را، هر آن نفری که شاهنامه را خونده است میداند که رستم دستان و اسفندیار اینها شاهزاده بودند. اینها افراد نبودند که مثلا آدمی تصادفی باشند یا آدمی قطاری باشند. اینها پهلوان بودند. پهلوان کیست؟ ملت اصلی ما خط پهلوی داشته و ما را پهلوی میگفتند، یعنی که آریایی های تازه بودند. اینها شاهزاده بودند، اینها اهل همت بودند، اینها اهل جسارت بودند، اینها اهل غیرت بودند. نفری که جسارت و غیرت ندارد، اصلا من این خیلی آدم رو مثلا مرد حساب نمیکنم، چی رسد به اونی که دعوی زیایی کند. زیایی اصیل امروز باید در نبردهای اطلاعاتی مثل سرباز در خط اول جبهه باشد. اگر شما به همین جنگ های اطلاعاتی که امروز سر ملت ما بسیار افکندن دارند، بعضیا میگن که ما تاجیک نیستیم، فارس هستیم، بعضیا میگن که ما این زبان ما زبان یک نفرش یک واژه روزبکی است، یعنی که همه ما را مثلا ترک میبرونند، یک زبانی خودش رو مثلا نفری هست که میگوید که من گویا که اونها زبانی تازه دارن که دهان کج کرده با لهجه ایرانی و افغانی صحبت میکنن و اونها فکر دارن که اونها اینتلیجنت، اونها زیایی هستن. در 100 سال بدبختترین دشمنی ملت، هر ملت، نه از تاجیک، زادگان منقورت خود همون ملت هستند که امروز در ترکیب ملت ما هم پیدا شدن و توسط شبکه‌های اجتماعی فعالیت میبرن و اکثریت در رسانه‌های خارجی کار میکنن. یعنی که اونا شادی خورده علیه دیگر دولت هستند. من خود هیچ از یکم که از پنهان هم نمیدارم، من 12 سال در رسانه‌های خارجی کار میکردم و بودن افرادی که میگفتند که کاش جنگ تاجیکستان پایین نیاید و ما در اروپا و امریکا بیشتر ریشه دوانه ما را اینجا بدر نکنند. و اونها امروز دعوای ملت میکنن، دعوای دولت میکنن، اونها کیو را نصیحت میکنن. با پیندار سیر شخصی من اینها، این درویه ها بدتر از اون فنت ها و اکستریمیست های هستند که یک جانبه و یک جهته برآمده میروند از تاجیکستان رو در کیم کدام دولت های به نام اسلامی نبرد میکنند. اینها البته عقلشون کمتر است، اما نسبت به اون عاقلانی که ملت رو میفروشند، هر زمان، هر ساعت، هر لحظه میفروشند، اینها از خوبترند. یعنی که دو بدی هست، اینها و آنها. اصلا این دو بدی باید انتخاب نکنیم، اما اینها رو میشود با راه راست کرد. مثل که امروز حکومت تاجیکستان اینها رو میارد، تربیت میکند، فرزندانشون میارد، به راه راست هدایت میکند، اینها تربیت مییابند. اما اونهایی که امروز کمری جنگ بسته اند و سلاح و شمشیر ضد ملت تاجیک گرفتند، از تاجیکیت آر میکنند، تاجیکی رو انکار میکنند، میگن زبان تاجیکی نیست، ملت تاجیک وجود ندارد، اونها خائن‌ترند. اینها تنها خیانت کرده و بازگردن، اونها بالای خیانت جنایت هم میکنند. اونها رو بخشیدن هیچ وقت لازم نیست. اونها در داخل ما هم هستند. اما با فیک ها و دیگر که اونها رو دستگیری میکنند، اما لایک هایی که بر
معذرت میخوام لایک هایی که میموندن توسط وی با اکستریمیست ها و یعنی اونها را دستگیری میکردند و بازداشت میشدند، اینهایی که از تاجیکستان با همین منقرت ها لایک میمونند، اینها دو کارت خیانت میکنند از اون بیچاره هایی که رهگم زده ها بیشتر. بله تشکر زیاد. خب استاد اینجا نظر شخصی شما رو میخوام بفهمم که خب چی باید کرد امروز یک روزنامه‌نگار خب در مجموع یک زیایی در فضای اطلاعاتی سرحدبان منفعت‌های ملی باشد، نه اونی که با نام مستعار زیر تبلک خواجگان برقصد. من تاجیک هستم، تاجیکستانی هستم و تا روز مرگ خودم با این حکومت هستم و فرزندانم رو نصیحت کردم که این حکومت، این دولت، این ملت، این جمعیت از ماست. من بسیار لایک های رو میدونم، فیک های رو میدونم که اونها در رسانه های داخلی کار میکنند، اما توسط فیک اونهایی رو دستگیری میکنند که ضد دولت، ضد ملت، ضد حکومت، ضد سیاست، ضد ایدئولوژی ملی تاجیکی و وطنی ما هستند. اینها انمون درویگانند، بدترین انسان ها انهمین ها هستند. باز یک مثال دیگرتون میارم. از تمامی армияи бузурги факултаҳои журналистикаи донишгоҳҳои тоҷикистон, масалан чанд факултаи журналистика танҳо дар душанбе ҳаст, дар хуҷанд ҳаст, дар кӯлоб ҳаст, дар қурғонтепа ҳаст, дар бадахшон ҳаст, дар ҳама ҷо ҳастанд. танҳо як муаллимро ман медонам, Саъдии Маҳдӣ, ки ҷавонмардона ҷасурона бо имзои худ зидди ҳар падидаи номатлуби антимилӣ, антидавлатӣ ва антитоҷикистонӣ ҳарб мекунад. дигарҳо хомӯшанд. дар ҳамин факултае ки Саъдии Маҳдӣ фарзи мисол декан аст, чанд нафар журналист аст кор мекунад, чанд нафар маош мехонад, чӣ қадар журналист мехонад. ин як армияи бузург аст. журналистон ин пешбарандаи сиёсат ҳастанд, пешбарандаи сиёсати миллӣ. ман намегӯям ки онҳо бояд ҳатман аз ягон нафар пуштибонӣ кунад, ягон вазир, ягон сағир, ягон кабир, аммо дар ҷамъ мо бояд миллати худро ҳифз кунем. чаро намекунем? нони ҳукуматро мехӯрем, ҳавои ватанро нафас мекашем, худро намояндаи ҳамин миллат медонем. ҳамин миллат моро гӯш мекунад, ҳамин миллат ба мо аз буҷа пул медиҳад. деҳқони хокпоше ки дар онҷа кор мекунад андоз меспорад. мо муаллимони журналистика, мо кормандони соҳаи журналистика аз буҷа аз ҳисоби ҳамун мегирем ва заҳри бадани мо бод ки мо манфиатҳои ана ҳамун хокпошро, ана ҳамун коргари оддиро дар ҷамъ ки инҳо миллати тоҷик ҳастанд, мо онҳоро ҷавонмардона ҳифз намекунем. вақте меравем маош мегирем, имзо мекунем, бо имзои худ мегирем. аммо вақте ки ҳатто маҷбур мешавем як чиз навиштем, аз тарси оне ки мабодо ба мо ягон зарари маънавию мантиқӣ мерасад, бо имзои мустаъор менависем. ташаккури зиёд. хоб устод Сайёф, ҳамин ҳоло моро миллионҳо нафар тамошо доранд, ба табири дигар ҳушу гӯш ҳастанд ва мо дар суханронии худтон аз иттиҳоду ҳамбастагӣ гуфтед, аз сарҷамии миллат гуфтед, аз қавӣ будан, ягона будан гуфтед ва мехоҳам боз ҳам бигӯед ки дар ин гирӯдор, дар як вазъияте ки ҷангҳои шадиди иттилоотӣ меравад, муборизаҳои шадиди иттилоотӣ давом дорад, ҷараён дорад. хоб дар ҳамин муборизаҳо бо чӣ усул мо пирӯз мешавем? асал ин муҳорибаҳои иттилоотӣ ки ҳаст пирӯз надоранд. чӣ гуна яъне ки мо дар унҷа побарҷо бимонем. ман доим мегӯям, дар газетаам мегуфтам, худамам мегӯям ва тасаввуротам ҳамин аст. ман масалан шояд баъзе аз бинандагон надонанд, ман факултаи журналистикаи Санкт Петербургро дар даврони шӯравӣ хатм карда будам ки ҳамаги ду факултаи журналистика дошт шӯравӣ, яке дар Москав ва яке дар Ленинград. ва дар онҷа мо бисёр роҳу усулҳои корбариро
انا همین جنگ های اطلاعاتی را در دوران شوروی می آموختیم. در اونجا حتی کافدرای حربی بود که مثلا آدم ها رو آماده میکردن. شوروی بسیار یک شعار خوب داشت. ما باید از شوروی کلا چشم نظر نپوشیم، چون که ما از شوروی بسیار چیزها را گرفتیم و باید گیریم. مثلا میگفتن که ایدئولوژی شوروی چی داشت؟ دولت ما دوستان ابدی و دشمنان ابدی ندارند. هر دولت ها منفیت های ابدی دارند. حتی انا همون دوست هایی که با ما بودن در همون دوران برای تخریب کاری آنها برای روز مبادا شوروی کادر تیار میکرد، کارمند تیار میکرد. من فکر میکنم که در طول حدوداً 30 سال استقلالیت ما خودمون رو پیوسته از همین منقورتکان، همین دشمنکان، همون اکستریمیست ها و مبلغان اکستریمیسم و فاناتیسم و تخریب کاران وطنمون ما خودمون رو همیشه حفظ میکنیم. کی ها زمان رسیده است که ما از حفاظت به هجوم بگذاریم. هجوم بهترین محافظت این هجوم است. تا ما وقت خود را حفظ میکنیم، یک بار اومدن ما را شکستن نتوانستن، 2 بار 3 بار 100 200 300 یک روز ما را میشکنن. برای شکستن دشمن ما باید هجوم کنیم، سر آنها هجوم کنیم. انا همون افرادی که امروز ضد ملت ما، ضد دولت ما، ضد پدر و مادر ما، ضد مرز و بوم ما مبارزه میبرند، آنها من اکثریتشون رو میدونم که مثلا خش و تبار نزدیکترین برادر و نپا و خواهر و پدر و مادرشون در همین دولت کار میکنن. عنوانهای رتبه های گنرالی و پالکونیکی دارن. شما میدونید که حتی در امریکا اگر همین خیلی دشمن فرض مثال پیدا شود، مثلا تصور کنید که مثلا جولیا اسانج، همون ویکیلیکس، زنش یا دودرش یا خواهرش در پنتاگون کار کند، یا که مثلا در حکومت مرکزی شویتزاریا یا امریکا یا انگلیا، نه در ما کار میکنند. نخستی قدم هجوم ما باید همین باشد که اونها اون تیرهایی که به بدن وطن ما میزنند در بدن برادر و خش و خواهر خود احساس کنند. یعنی که ما آهسته اینها رو از حکومت دورترک اندازیم، از مقامات کنارتر گیریم. کی گفته میتواند که مثلا فردا این نفرها برای مثلا خونی برادری گفتن مثلا منافع ملت ما رو زیر پا نمیگذارن؟ عجب نیست. بعض احتمالیت وجود دارد. ما نباید تا اون وقت ایستیم که این احتمالیت جامعه عمل پوشد، رسما چنین شود. ما باید خود را حفظ کرده توانیم. بعض حجت های هستند که حجت های خیلی سیری بعد از مثلا رسانه های خارجی می روند. از کجا می روند؟ سر این باید اندیشید. و اون نفران، حتی اون دولت هایی که از اونجا ایستاده اونها ضد ما مبارزه می‌برند، ما باید با اون دولت ها هم حرب کنیم. این در دولت های اروپایی که در اونجا نشسته نسبت حوالی ما سنگ بپرتند، تنها یک نوت اعتراض بسنده است که این شاورماخوران به تعبیر دادا جان عطااللهیف این کارهایشان رو بس کنند. و من برگردیم سر اون نفرانی که واقعا چی در داخل چی در بیرون حکومت هستن و اما دلشون به این حکومت میسوزد. یک مثالی عادی و روشنش دادا جان عطاالله هست و سلام الدین میرزا رحمتوف، یکی در گرمن زندگی میکند و دیگری در قزاقستان زندگی میکند. اینها دیدن که چون پافشاری سنگ پرتایی به حوالی ملت، حکومت، دولت ما بیشتر شد، اونها جوشن پوشیدن و بر حفاظت این حکومت بر آمدن. انا این رو پاتریوتیسم میگویند. نفری که بیرون از کشور است، دلش به ملت، حکومت، دولت، وطن میسوزد و افرادی که در همین داخل تاجیکستان زندگانی کرده حتی از پول بودجه دولت معاش ژورنالیستی میگیرند و خود را کناره میگیرند. گفت روسا ما یک خط از کرایو، خانه من کرانه است، کناره. کدامش خوب است؟ اونهایی که از خارجه ایستاده مثلا منافع ما رو حفظ میکنن و خیلی خوب، و اینهایی که در داخل وطن ایستاده تا هنوز هراس دارن. رفرم در سوی ژورنالیست که لازم نیست،
کایها روز فرا رسیده است که در ساحه ما هم رفرم شود، متخصصان سر کار بیاد، سرسپرده ها سر کار بیاید. اون نفرانی که این پلیس رو ببینید در سرحد وقتی که یک سرباز جان میدهد، تروریستا اونم میکشند و جای اونی که بنام محبان یا که وطن پرورانی در ناخونه که ما از اروپا و امریکا و از روسیه نشسته و از داخل باز سنگ سر انا همون نفرانی میزنند که برای مرز و بوم ما جان باخته اند و ژورنالیستیک وطنی نمیتواند آنها را با امضای خود حفظ کند. رفرم علیه فرا رسیده است. رفرم در همه ساحات، در رسانه‌های اطلاعاتی، در گازیتا، در رادیو، در تلویزیون، در اینترنت، ژورنالیستیکا، در همه ساحات ما باید رفرم باشد. یا رفرم با اتستاسیا نمی شود. شرط نیست که ژورنالیست داند که سرقانون از چند باب عبارت است، مثلا بندهای جنایی درگجا نمیشه. این شرط نیست. ژورنالیستیکا باید سلطت باشد، سرباز باشد. وقتی که سرباز در عقاب جنگ میکند دیگر فرق ندارد که اون مثلا سرقانون رو از یاد میدوند یا نمیدوند، او جنگ میکند. ژورنالیست هم امروز سربازی عقاب‌های پیش فرانت اطلاعاتی باید باشد. تشکر زیاد استاد، سپاس خیلی به اندازه برای آن که حضور پیدا کردید در برنامه و بهترین سخن‌های گفتید که امروز طور خودتون گفتید هر یک سرحدهای اطلاعاتی همون در فضای اطلاعاتی با آنها ضرور است و امیدوارم که هستم که کلی تماشابینان این لحظه ها این سخن‌ها را به خوبی درک میکنند، قبول میکنند و خود قضاوت میکنند. تشکر زیاد بار دیگر. سلامت باشید. من بار دیگر تاکید میکنم در آخر که مثلا امروز ما در یک جمعیت زندگانی داریم که مثلا دسترسی به اطلاعات خیلی توسعه یافته است. مثلا یک آبمان هم میتواند گپ زند، یک گاوران هم میتواند سخن کند، در بحث ها خوش شود و شود، اما بحث های سوزنده را شخصیت ها میکنند و این شخصیت ها باید برگردند. بزرگترین چهره های فرهنگی ما، بزرگترین شاعران ما، بزرگترین ژورنالیستان ما، چهره های نامدار و ماندگار ما باید به صحنه جنگ اطلاعاتی درآیند و مردانه با امضای خود، با عکس خود بجنگند. امروز تیرهای دشمن در صورت تحقیر، حقارت، دشنام، مثلا سیاه و بدنام سازی و دیگر میاد. اینها همون تیرهای هستند که در جنگ اصیل هم سونی مرد اصیل زده می شوند. ما باید این تیرها را ما جوشن داشته باشیم. ما باید خود را قربان کنیم تا وطن ما را، منافع ملی ما را دشمنان اطلاعاتی ما قربان کرده نتوانند. ستون بر بام ملت قامت ماست و میدونید چرا؟ ما میتوانیم. همین ما میتوانیم شعار هر نفر تاجیک اصیلی باشد که در این جنگ های اطلاعاتی به نبرد و پرخاش بر ضد دشمن های داخلی و خارجی میبراید. سلامت باشید. احسن. سلامت باشید. بینندگان عزیز، یادآور میشویم که در صحبت ما بودند روزنامه‌نگار شناخته سیاف مزراب که سر نقش وسایل اخباری آمد در حمایت از منفعت‌های عمومی ملی حرف زدیم. تا دیدارهای بعدی سلامت و سربلند باشید و انجام برنامه ما آغاز جالبترین برنامه‌های شبکه اطلاعاتی جهان ماست. خیر.